یه روز امام زمان تو آبادان ظهور میکنه، تصمیم میگیره بره یه دوری تو شهر بزنه. بعد جلوی تاکسی رو میگیره، به زور شمشیرش راننده رو میندازه و بغل، صندلی بغلی، خودش میشینه پشت فرمون. بعد این عربا که رانندگی بلد نبودن همه سوار خرگاب میشدن، مثل وحشیات تو شهر آبادان رانندگی میکنه. پلیس جلوش میگیره، پلیس راهنمایی میگه کیه وحشیه. موقعی که میخواد گواهینامه‌اش رو کنترل کنه، بعد میبینه پلیس متوجه میشه این امام زمانه، میره و پشت خوره و کنار، به افسرشون تلفن میزنه، میگه ولک ما جلوی یه نفر گرفتم، خیلی آدم مهمیه، حالا نمیدونم چیکار کنم. بعد افسرشون یا خود مچلش میکنه، به شوخی بهش میگه جلوی کیه گرفتی؟ جلوی رئیس جمهور گرفتی یا چی؟ بعد پلیس میگه نه ولک، دقیقا نمیدونم کیه، ولی از رئیس جمهور مهمتره، چون ما دیدم رانندش امام زمانه. خلاصه امام زمان هر گوری هستی همونجا بمون نیو. اگه بیایی یا آخونده تیکه پارت میکنن، به قول آبادانی ها جرت میدن، چون که اگه تو بیایی یا آخونده بیکار میشن، یعنی باید برن اداره کار تو صف بیسن دنبال کار جدید. بعد از اونجایی که یه آخونده نه سوادی دارن نه هنری بلدن، همیشون مخالف هنر بودن به هر حال، نه صنعتی بلدن، هیچی بلد نیستن، نه حرفه‌ای بلدن، باید برن گدایی. برای همین دشمنتن، اگر بیه تیکه پارت میکنن، پارت میکنن. خلاصه نیو اینا بمب اتم دارن این مولا. تو با اون شمشیرت که 1200 سال زنگ زده نمیتونی، هیچ غلطی نمیتونی در مقابل اینا بکنی. بعد از طرف دیگه این مولاها دانشمندا رو میکشن، مغزای ایرانی رو میکشن، دانشجوهای ایرانی رو تو شکنجهگاه یا مریوبشون میکنن یا میکشنشون، اعدامشون میکنن. تو که دیگه بی سوادی ولک، 1200 سال غیبت داری، اصلا کلاس ملاس هم که نرفتی، تو که سواد نداری تو رو راحت میکشن. حالا ما بهت گفتم میخوای بیو میخوای نیو.